مردی به همراه همسرش به باغ وحش رفتن. اونا میمونی رو دیدن که با اشتیاق داشت با جفتش بازی میکرد. زن به همسرش گفت چه حیوان رمانتیکی. بعد به قفس شیر رسیدن. شیر نر و شیر ماده از هم جدا بودن. شیر نر طوری یه گوشه لم داده بود که انگار شیر ماده اصلاً وجود نداره. زن با تأسف گفت چه صحنه بدون عشق غم انگیزی. همسرش گفت یه سنگ به سمت شیر ماده پرت کن و تماشا کن. زن یه سنگ به شیر ماده پرتاب کرد و شیر نر برای دفاع از جفتش غرش مهیبی کرد. بعد مرد از زن خواست که همین کار رو هم با میمون انجام بده. زن سنگی به سمت میمون ماده پرتاب کرد و میمون نر خیلی سریع از درخت بالا رفت و برای نجات جون خودش جفتش رو رها کرد. مرد به زن گفت در دنیا فریب چیزایی که عاشقانه به نظر میان و نخور، چون اغلب فقط یه ظاهر گول زننده است برای پنهان کردن قلبی تو خالی. در همین حین کسانی هم هستن که آرومن ولی قلباشون پر از عشق واقعیه. گول عشق میمونی مردمو نخور. اگه هنوز به خانواده رشد ملحق نشدی احتمالاً دیگه هرگز ما رو نمیبینی، ولی اگه این کار رو انجام دادی تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.